هاي العجلة الثانية، وهذا عن بشر محترق، لا حول الله يا ربي. هاي هم جثة، استغفر الله ربه. امروز روز یک روز بسیار غم‌انگیز برای همه ما. راه و روش حاج قاسم داشت به میزبانی استان کرمان این شب و روزا میبینید تلویزیون فقط داره حاج قاسم برگزار میشه. انشاءالله بعد از نماز حدود ساعت 12:30 بسته خوبان بشن. کتاب حاج قاسم یک شهدای کرمان که اونجا میتونید آشنایی پیدا کنید با شهدای روزا و مطالعه دوستان. یه لحظه بفرستید خانم یا الله یا الله کجا راه برم خانم؟ خانم اونجا نمیره که موبایل رو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي اعتماد دار بلند اولین سالگرد شهادت شهید سلیمانی و همرزمانشون رو هم سازمان بسیج دانش آموزی من تشکر می‌کنم از قاری محترم دانش آموز عزیز ما. مقاومت سردار دلها به همه جامعه هدفمون آمبولانس اینجا میاد فایده نداره تو جنازه باید نداره همه بیان این ذاکریه کن ذاکریه